الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا نبی باشیم؟ نبی او نبی چی میگی آقا؟ بخی باشیم وقت نماز است بخی وضو که نماز بخونیم آقا چقدر خوب خواه بودم بخارناق مرا خیستان بخی باشیم شیطان الله حال بگو وقت نماز است برو خیلی وضو کن آقا جان همه تیزه کرده برو وضو کن همه تو اول تو از خواب نخیستی بخیر گفتم وقت نماز است بخیر وضو کن نماز تا بخون لا حول ولا ای آقا ای نمیخیزم دیگه بیرکی منه دخانه مونه هر وقت صبحکی بخیر نماز بخوان غیر نماز بخوان هیچ مرا دخانه منه حدیث تزی بچه این چه قسم نماز خواندن بود چرا مرا به طریقه درستش انجام نمیدین این تو خدا فریب میدی یا خدا را ای آقا نماز خواندم خود دیگه 4 رکعت است دیگه ضعف خونه است یا 20 رکعت خونه است که سرم گپ میزنی بچه اسلام بر 5 چیز استوار است یعنی 5 بنای مسلمانی است اول کلمه دوم نماز سوم روزه چهارم زکات پنجمشم حج خانه بیت الله است اگر در این 5 چیز غفلت کنیم از دایره دین خارج میشیم بعد از این دیگه نماز تو درست میخونی سلام علیکم. و علیکم ماندن خوب باشی هستی؟ خیرت است؟ آدم 4 ماه میشه کرای خانه رو نمیدی و پشت خانم که میایم پت میکنی خدا با بچه بیکاری لندقه تو بیرون که میبره باز میگه پدرم در خانه نیست این قسم نمیشم تا فردا اگر پیسه رو ندادی جل پوستکت در کوچه مندازم پیسه رو پیش توصول میکنم باز شب در خان بیادر
خودت میفهمی کارا کمی کمرنگ شده. کار بارم درست پیدا نمیشه دی وقت. امروز بر قسم شود کرای خانه تو را پیدا میکنم. پیسه تو را میتم. خدا مهربان است. کمی حوصله کن. چند بار است که میگی خدا مهربان است. عید نیست که خداوند مهربانیش به تو نشان بده. تو راست گفتی. کسانی که ایمانشون ضعیف می باشن همین فکر می داشته باشن. و من بالای پروردگار خود کاملا اعتبار دارم که خداوند مشکل کشاست. و امروز هر قسم شود پول کرای خانه تو را من پیدا میکنم. ولی حالا به اجازت ما میرم که کار دارم. او بچه بگی یک دلانه میدن دا. مگم شما روزه نیستین لالا؟ ترا چی؟ قدرت تسای کو قواره تسای کو پیسه تا بگی پاکتش کو دیگه. او بچه بگی یک دلانه برگرد. تخمدار. او بچه تخم وطنی باشه. دستیری پیدا قناز میگنی؟ او بچه بگو طرف ها کس نبیه. آها والا راست میگی. گپ نه لالا بخو بخوری سینمی وقتش است. صحیح است. والله تو گشنام هستم در گرفتی. ما من نمی تو که میگی. وقت وای یه لوزه میخونم. لوزه خلوا سم نمیکنین لوزه میخونین؟ بره ارامی بره دمینشه ما خوار میدونم. به خدا اونجا بچه که لوزه نمیخونن. کجا؟ اونجا بخی بریم. بچه این بچه که کلام را خبر نکنه. حالا بیاب نشیم. تیسیز بخو که بریم. تام راست میگی تیسیز بخوریم که بیاب نشیم به خدا. شما اینجا چی میکنی؟ هیچی به خدا هیچی قاری صاحب هیچی. هیچ چیز قاری صاحب هم به تو که بین خود قسم میکنیم هیچ چیز قاری صاحب هیچ چیز. خداوند شما را بشرمونه. در پشتان چی رپت کردین؟ روزه را میخورین باز میگه هیچی. مگر نمیفهمید ماه رحمت و بخشش است؟ کلان کلان بچه ها روزه را میخورین؟ قاری صاحب به خدا من مریض هستم. تکلیف معده دارم. یعنی کی روزه را من میخورم؟ قاری صاحب میام راست میگه ما مریض هستم یک گرده نیست هم یک گرده که ما نتون به خدا میبرم. قاری صاحب چرا اومد یک گوشه روزه را میخورین؟ مریض مثل شما میباشه؟ قاری صاحب ما از شهر مردمیش آمدیم که ما رو نبینن. شما اول جایتان بخیزین. خواه قاری صاحب. خیلی خوب شما از شرم گپ زدین. پروردگاره که زمین و آسمان را خلق کرده ما و شما را نفس داده از الله شرم نمیکنی از بنده میشرمین. افسوس به حال شما. من مجبور هستم شما روزخورا را تسلیم عوضه کنم تا جزای شما را بده. قاری صاحب بد کردیم دیگه تکرار نمیشه. ما را ببخش. ما را تسلیم عوضه نکنه ریشتر میگیرم. قاری صاحب بعد کردیم دیگه روزه نمیخوریم دیگه تکرار نمیشه در زندگی بعد دیگه نمیکنیم دیگه روزه نمیخوریم. بخشش از الله بخورین نه از بنده. اگر ما را ببره حوزه تسلیم کنه حکم شرعی را بالای ما تطبیق میکنه. باید یک کار کنم. حرکت کو بریم طرف حوزه.
کاکا خیر ما رو نجات بده. کجا بخیر کاکا اسلم؟ میریم که وضو بگیریم نماز بخوانم، وقت نماز است. اول کار رو تمام کن باز نماز تا بخوان. اول نماز میگن بعدش کار. ارزش نماز از کار تو کده برای ما بالاتر و مهمتر است. کاکا اسلم روزی پیدا کردن مهمتر است. نه خیر، از کار کردن نماز مهمتر است. خداوند که ما را پیدا کرده روزی را خداوند میده. کاکا اسلم یا کار یا نماز یکش انتخاب کن. انتخاب ما نماز است، چون که نماز ستون دین است. شما سرمایه‌دارا همیشه در فکر پول و پیسه و دارایی خود هستید، اما بهترین سرمایه ما مسلمان‌ها عبادت خداوند و 5 وقت نماز است. با گپای بیهودت وقت ندارم، گم شو از اینجا برو. نیم روز برات کار کردیم، پول نیم روز مرا بده، مرا تیر از کارت. پول چی کار چی؟ گم شو. آمده مرا نصیحت میکنه آدم بی عقل. به خاطر پول دارایی در مقابل خداوند بسیار غرور داری. مطمئن باش که یک روزی دارایی را که خداوند برات داده از پیشت گرفتنی است. برو ده قصه مفوشم نمه رنگ تا گم کاره کات کو برو. یا خداوندا، خودت مالک همه چیز هستی. فریاد این مظلوم را بشنو. عزت خود را برای خودت میسپارم. من را از این پریشانی نجات بده.
السلام علیکم و رحمت الله. کاکا خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم. خوب هستی شیطان؟ بخیر. کاکا خوب هستی؟ صحتمند هستی ان شاء الله؟ فراری هستم؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی. از راه تیر می شدم در موتر، باش یک پرسان کنم، بسیار پریشان به نظر می رسیدی. من گفتم باش که یک پرسان کنم ان شاء الله خیرت خوب باشه. حالا جان کاکا پریشانی خود زندگی انسان ها زیاد است. بله بله. اما من پریشان دیگه از نیستم. پریشان از این هستم که من جای کار میکردم روز 300 روپیه مزدورکاری میکردم، اما او ظالم مرا از کار جواب داد. به خاطر از این پریشان هستم که انسانی که نماز نخوان، دست خیر نداشت، کمک به مردم نکرد، افسوس به حال آدم ها. مرا میگه تو نماز نخوان. ما گفتم آدم مسلمان هستیم، 5 وقت خداوند نماز فرض گردانیده سر مسلمان ها. مرا تو در نماز خواندن اجازه نمیدی. ما و پولی که میگیریم چه رقم و حلال بخورم من. افسوس به قسم اشخاص نادان و جاهل. خداوند هدایتشان کنه. کاکای تشویش نکو. خداوند مهربان است. وقتی که خداوند ما را پیدا کرده، روزی ما را مقرر کرده. تو هیچ تشویش نداشته باش. کاکا هم 20,000 روپیه را بگی. زکات مالم است. دعا کو، خدا مهربان است. یک درد تنه یک درد تا دوا میکنه. زنده باشه یوسف. خداوند 1000 برات بده. سلامت. مثل تو اور انسانای نیک اگر پیدا شده افغانستان ما در وطن ما هستند، اگر دل کنن مثل خودت وره که با مردمی که ضرورت داره، مسکین هستن، بی‌وضاحت هستن، این رقم کمک کنه، باور که در افغانستان ما غریب نمیمونه. سلامت. خداوند سرمایه دیگه هم اضافه کنه یوسف. خدا ایمان نصیبت کنه. خیر ببینی. خدا 1000 بار شکر. صدای مظلوم شنیدی. آج شب نمیفهم که از تو چه رقم تشکری کنم من. خواهش میکنم کاکا، یه حق شماست. کاکا ما با اجازت میرم. بچه همون آنهای دیگر هم از تندور بکش که میگم بالا کمک صبح خوب باشه که بسیار رقمش قوم ورز. السلام علیکم. و علیکم سلام. جور بخیر. خیر بخیر. بخیر. خیر هستی؟ بخیر آمدین. شکر یا بخیر. خیر بالا بیا. بیشه. بسم الله. خوب است. کارگار. خدا مهربان است. خوب باش ان شاء الله. بخیر باشی. سردار خان. خداوند تو را خیر بده که در 4 ماه بی پولی ما را تو تحمل کردی. این اولاد مامانتی تا. 1 2 3 4 این 5 این 6 7 این 8000. خانه تو باید خیر ببینی. خواهش میکنم. از گپای کروز زدم. من سخت پشیمان هستم. من سر نماز دعا کردم که تا خداوند مورد عفو قرار بده مرا. پروردگار عالمیان کریم و رحیم و مهربان است. اگر بندگان او از صدق دل توبه کنند و طلب بخشش بکنند، خداوند مهربان است، از گناهشان مگذره، اونا را بخشش میکنند. حال که تو پشیمان هستی، انشاءالله خداوند تو را میبخشد. دقیق است اسلم خان. ماه مبارک رمضان است. ماه پربرکت است. این پیسه نبیگی از طرف ما به تو بخشش. این مال مکمل سودا و خرج خانه تا بکن. از طرف ما به تو بخشش. سردار خان خیر ببینی. تو کمی رقم بالای غریبا رحم میکنی، خداوند بالای رحم بکنه و خوشی تمام دنیا را نصیبت بگردانه. ما دیگه حالا به اجازت میرم. نبی بچش اینه برات بالشتا کم آوردیم. سیگرت میر آقای سیاه را نیافتیم، میر آقای سرخ آوردیم برات. بشک بخدا. ده معیشت بچم. من میم کاکا خواستی گمش که معیشت که دنیا چیز نمونده معیشت بکن. بخور نوش جان.
که بامبام امید مزهش نمونده مزه حسابه بیخی به مزه شده سبق چقدر خوبش بود نه؟ نبی بچهش جان میفهمی دمی روزان با خدا روز خوری تو مزه میته کیف میکنه بابیم والا تو که میگی با خدا بیخی مزهش بالاست از دیگر روزا کنم ده بچه سر زدن بالاست ده والا بچه شیگه راست میگی مقامی طرف فکر طبیعی باز کنم تو گیر ما نکنم مثل که قاری گیر ما کرده بود ده تایش گپ میته لالای تازیجا ده بگم این من چی را میبینم؟ وای آقا جان وای کاکا جان شما روزه میخوره؟ لعنت خدا به شما دیمای رحمت دیمای رحمت دیمای مبارک کاکا جان چرا میزنی؟ اینی متن دوالای ناهل اینی متن دوال بد فاطمه درای بد کاکا جان نه کاکا جان دیوالا که دیمای رحمت دیمای مبارک رمضان این وقتی که طلب بخشش از خداوند کنی تو در غضب خدا شوی تو کتگی ترسک روزه را میخوری مرتکب گناه میشی آقا جان باب کنیم آقا جان باب کنیم لعنت خدا سر شما در غضب خدا شوی میشرمم که تو واره بچه دارم من سر زمین لحظه تو رو خداوند هیچ بچه من نکنه هیچ اولادم نیستی نزنه شاگرد میشنه حتی تو چی میتوان دوالای بد خراب حالا من چی کنم افسوس میکنم بد کنیم آقا جان بد کنیم نام بیکرین آقا که نبی است بالای تو مانم صدقی نام نبی شوی صدقی نام نبی شوی تو هیچ وقت نمیبخشم که خانه ما پایت نمانی تو لعنت خدا دست رو بکنه پاشو تو نگفتم کتاب تو همه سایکو کسلمه آخر پدرم گیرم کرد گوار میخوره سر ما میکنه پیسه شام نمیته هیچی حال روز بقرم هم بیار بخورم در حقیقت من کار درستی نکردم چون راهی را که من در پیش گرفته بودم نادرست بود حال من به کدام روی خانه برم یا الله خودت یک راه را برام نشان بده نبی آیا از کارای کدگی پشیمان هستی؟ بله یا پشیمان هستم پس برو پیش پدرت بخشش بخوای آیا پدر مرا میبخشه؟ ها میبخشه چرا نمیبخشه؟ اگر تو از صدق دل توبه کنی تو را پدر چی؟ حتی پروردگار تو را میبخشه چه قسم؟ پیش کسی برو که پدر در او احترام قائل باشه در صورت که دیگه دفعه در راه غلط نری چرا بر خطا هستی؟ بگو جان کاکاش کاکا جان من یک اشتباه کردم امروز روزه را خوردم پدرم گیرم کرد و برا لبه کوب کرد کاکا جان او بغیر گپ تو دیگه گپ هیچ کسی قبول نمیکنه کاکا جان حالا تو یک کار میتونی بگی برم درست است بریم باز من یک کار میکنم
صفدر خان خوش آمدی. بخیر هستی؟ جان جوره. بخیر هستی؟ صفدر خان این پست نالاقه چرا پیش ما آوردی دوباره با؟ اسلم خان از خاطر من چیزی نگو. به خاطر تو چیز نمیگمش. یعنی من از لنگش گرفته بیرون قلانش میکنم. این رقم اولاد پست نالاقه آدم چی کنه؟ که عزت آبروی آدم در کل قریه ببره. خیلی ببینی اسلم خان باز خودت تا دین آگاهی داریم. با درباره اولاد تو قدر ظلم نمیکنیم. آقا جان مرا ببخش. خیره مرا ببخش چی میشه؟ من قیادم های بد دوست بدم دیگه در زندگی تکرار نمیکنم آقا جان. بچه هنگام مرد دو نفر اسرت میخورن. یکی آدم خوب دیگهش آدم بد. آدم بد میگه ای کاش دست از بدی بر میداشتم. و آدم خوب میگه کاش که خوبی زیاد میکنم. بچه خوب شد که زودتر به اشتباهت پی بردی. پدر جان خیلی اگه اجازه بده که دستای تا یک مچی کنم مرا ببر دیگه نمیکنم این کار حالا. خیر ببینی بچه. خیر ببینی کاکا اسلم همین که گپ ما را زمین ننداختی خدا تو را خیر نصیب کنه. من هم اجازه بده که برم در نانبوی کسی نیست. آها نبی جان ما چقدر را میپالم بیا که بریم باغ یکم چیز میز بگیریم معیشت کنیم به خدا. آه راست میگی؟ آه وی چرا میزنی؟ راست میگم دیگه وی از دست تو پیش پدرم پیش فامیلم پیش همه که ما بیاب شدم بجای که در ماه مبارک رمضان ما بیایم روزه بگیریم میریم روزه خوری میکنیم. شرم کو و یک گپم خوب گوش کو ما و نبی سابقه نیستم که یک وقت میرفتم قیتو حال ما ایت نبی هستم که 5 وقت نماز و در جماعت است. برو یقنه لاغت مالت میکنم. بروه ازم قوم قرتکت بگیرم میکشم. چی؟